در آغاز باز یک هفته نو از استودیوی مرکزی در پراگ به شما دوستان عزیز درود میفرستیم. امروز 5 می است و در پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. نخست سرخط موضوعها. دو جوان تاجیک برای قتل همکارشان در کنی بادام به 30 سال زندان محکوم شدند. خویشاوندان حکم را ناعادلانه می‌خوانند. بسیار زده خودش میکشم گفته با اویزم گفته از نتایست است به حضور شده غلطیده اهوش رفته بعد گرفته برای نعمت سپردیم. به روسیه مهاجران بیمار و نشأمند در کار نیست. وکیلان میخواهند مهاجران پیش از درآمدن به روسیه ثابت کنند که بیماری‌های سیریاتی ندارند. و تقریبا نیم میلیارد سومانی را از خود کرده است. منبع‌های رادیو آزادی میگویند رئیسی برکنار شده فرودگاه دوشنبه را بازداشت کردند. دادگاه ولایت سوق دو ساکن نویه مسچو را در کشتار یک جوان در شهر کنی بادام گناهکار دانست و به سالهای طولانی روانه زندان کرد. پیوندان محکوم شدگان میگویند مرافعه‌ها ناعادلانه بودند و از حکم دادرس به زینه‌های بالایی شکایت میبرند. حادثه تیرماه سال گذشته رخ داده بود. فرزان محمدی در این باره تفصیلات دارد. هفته گذشته یک دادرس ولایت سوخت بهزاد خالزاده و مسیدین فخرالدینوف را در کشتار پرسر و صدای امرالله بای میرزایف در شهر کنی بادام عیبدار دانست و 30 سالی حکم داد. بغیر از این جنایت کشتار این دو ساکن ناحیه مسچا همچنین به صادر کردن جنایت‌های اخلاقی نیز گناهکار دانسته شدند. ولی پیوندانشان از حکم و طرز برگزاری مرافعه‌ها ناراضی هستند. تو همون روز سود ما رو ندر آوردن. یکو مایده نموندن که گفتن که همینش هم گفتن ذکرید میگذرد. ما از این کار اینا کل و پیش ناراضی نخواه که این دگاه سودم بدتر شده. اینو کردگی نیستم گفت سادیان. خودم قطیش واخوردم. گفتیمش بچه هم رو پر خدا حیث نمیگوی قسم خورده پیشم آتی من شیر شما رو خورد کورم کنم. من میگم روی کیفتا چشم سر پیشتر نیز والدین بهزاد خالزاده از شکنجه شدن فرزندشان در شعبه پلیس شهر کنی بادام شکایت کرده بودند. فیض‌الله و ملاحت خالف‌ها والدان بهزاد خالزاده چندین ماه برای اثبات بیگناهی پسرشان تلاش کردند ولی میگویند به نتیجه نرسیدند. بهزاد مجبور کردن بسیار زدیان که یا مردر به کلی میگیری یا میکشیمد. از درد زورش مجبور به کلی میگیرن ظلمش میکنن در همین کاغذا که امضا کن. از ترسش بیچاره دستاشو بریده. بسیار زده خودش میکشم گفته با اویزم گفته از نتایست است به حضور شده غلطیده اهوش رفته بعد گرفته برای نعمت سپردیم ولی سج بریده بیمار خونه. کشتار امرالله بای میرزایف شب 22 به 23 اکتبر سال 2024 در جماعت پتر کنی بادام رخ داد. امرالله بای میرزایف، بهزاد خالزاده و مسیدین فخرالدینوف در کارخانه پخته در این شهر کار میکردند. آنها در یک محله ناحیه مسچا بزرگ شده از خردسالی همدیگر را میدانستند. پیوندان امرالله بای میرزایف درباره مناسبت با خانواده‌های گمانبران چیزی نمیگویند. نزدیکان بازداشت شدگان میگویند سببی را برای کشتار نمیبینند. برعکس این، ریاست کارهای داخلی ولایت سوق در گزارش گفت بهزاد و مسیدین بنابر خصومت شخصی به امرالله بای میرزایف و برای پول این کار را کردند. ویدیوی اقرار را هم نشر کردند که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است. بسیار زوری میکرد و همین سبب در دل من نسبت امرالله کینه پیدا شده. با همراهی بهزاد پیشکی مصلحت کردیم که امرالله رو میزنیم. از ماه مارس تا آخر سال 2024 در محله های گوناگون شهر کنی بادام زیاده از 20 نفر کشته شدند و این حادثه ها در منطقه سر و صدای زیاد برپا کرد. دادستانی کل روز 21 دکبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کنی بادام دستگیر کرد. بعد این اعلان دیگر هیچ چیز درباره حادثه ها و گمانبران نگفتند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. وکیلان مردمی روسیه می‌خواهند مهاجران بیمار و یا نشأمند به این کشور راه دادن نشوند و طرح قانونی را در این باره به دومای دولتی پیشنهاد کردند. بر اساس این طرح که یاروسلاو نیلوف رئیس کمیته کار و سیاست اجتماعی پیشنهاد کرده است، مهاجران پیش از ورود به روسیه باید سند طبی را نشان دهند که ثابت می‌کند مهاجر بیمار و یا نشأمند نیست.
همچنین در این سند باید نتیجه های تشخیص طبی نشان داده باشد که موجر بیماری سیل، ویروسی نورسایی مسئولیت بدن، آتشک و زردپروین ندارد. سند باید 10 روز پیش از سفر گرفته شود و مهاجر سوغورته یا بیمه طبی داشته باشد. در حال حاضر مهلت معاینه طبی برای مهاجران کاری تا 30 روز بعد آمدنشان به روسیه مقرر شده است. بعد مدت کوتاهی از برکناری رئیس فرودگاه شهر دوشنبه و معاون او از مقامهایشان بر رادیو آزادی خبر رسید که اسمت الله عبدالله‌زاده بازداشت شده است. بنا به گفته مصاحبان رادیو آزادی، او و همراهانش به دزدیدن 500 میلیون سومانی و یا تقریبا 50 میلیون دلار متهم می شوند. گروهی از خبرنگاران ما این موضوع را پیگیری کردند و قبل از برنامه جزئیات خبر را از همکارم خیرامان بقازاده پرسیدم. با گفته مصاحبان رادیوی آزادی، اسمت الله عبدالله‌زاده و معاونانش را قبل از اعلان برکناری آنها از مقامهایشان در روز 2 می دستگیر کردند. اگرچه مقامات رسمی در این باره رسما هیچ چیز نمیگویند، ولی خویشاوندان عبدالله‌زاده و چند منبع دیگر این خبر را تصدیق کردند. آنچه که تا حال معلوم شده است این است که عبدالله‌زاده را همراه یک معاونش شامگاه 2 می برای نگهداری به بازداشتگاه موقتی در دوشنبه بردند. مصاحب رادیوی آزادی گفت که اصل‌الدین ملیکوف معاون رئیس همکنون پیشین فرودگاه همراه با او در بازداشت است. سبب راندن از کار و بازگشت و بازداشت به قول منابع رادیوی آزادی از خود کردن حدود 500 میلیون سومانی بوده است که باید به بودجه فرودگاه می رفت، نه اینکه جیب رهبرانش. به قول مصاحبان ما، اگر متهمان به جنایت این پول را برگردانند ممکن است پس پنجره نروند. آژانس مبارزه با کروپسیا به ضد عبدالله‌زاده و معاونش پرونده باز کرده است، ولی جزئیات آن هنوز به ما معلوم نیست. از همکارم همچنین سوال کردم که مقامات آژانس مبارزه با کروپسیا تاکنون درباره این پرونده جدی و از خود کردن تقریبا 0.5 میلیارد سومانی چیزی گفتند، زیرا این پولی اندکی نیست. بله، تلاش‌های رادیوی آزادی هم برای دریافت نظر آژانسی به نتیجه بود، ولی در صورت دسترس شدن معلومات رسمی حتما آن را به بینندگان میرسانیم. آنچه که تا حال از مقامات رسمی آمده است همین خبری برکناری اسمت الله عبدالله‌زاده است که روز 2 می دفتر مطبوعات ریاست جمهوری آن را نشر کرد. در بیانیه رسمی درباره تعیینات کادری در بعضی از نهادهای دولتی، دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان نوشت که اسمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه آزاد کرده شدند. در بیانیه از این بیشتر چیزی گفتن نشده است و معلوم نیست که منظور از کمبودی‌های جدی چیست، ولی غالباً اشاره به همین 500 میلیون سومانی است ظاهراً. اسمت الله عبدالله‌زاده ینوری سال 2016 با فرمان پرزیدنت امام علی رحمان به وظیفه رئیس فرودگاه بین‌المللی دوشنبه تعیین شده بود. شکایت از کار فرودگاه دوشنبه، خدمات آن، نوبت‌های دراز و بی بند و بار در داخل این فرودگاه بین‌المللی تاجیکستان همیشه در شبکه‌های اجتماعی صدا می‌دهد. رشوه‌ستانی و طمع‌جویی مشکل دیگری جدی در فرودگاه نامیده می‌شد. کم شدن این مشکل‌ها اکنون به رئیس نوی فرودگاه وابسته می‌شود که اکنون این وظیفه را زین‌الله شریف‌زاده رهبری می‌کند. او مدیر پیشین آژانس خرید مال تاجیکستان و هم یکی از خویشاوندان رئیس جمهور امام علی رحمان میباشد. تشکر همکارم خیرامان بقازاده بود که به سوالهای ما درباره خبرهای عایدی بازداشتی رهبر سابق فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پاسخ داد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز 4 می حوثی‌ها به یک فرودگاه اسرائیل حمله کردند. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی دست کم یک کس مجروح شده، روی ماشین گذر خراب گردیده است. این حمله در حال صورت گرفت که ارتش اسرائیل 10,000 نیروی ذخیره را برای شدت بخشیدن عملیات در نوار غزه فراخوانده است. موضوع را میرزانبی خالقزاد ادامه می‌دهد. روز یکشنبه پس از پرتاب شدن یک موشک در فرودگاه بین المللی اسرائیل، مسافران به تهلکه افتادند. با بلند کردن بانگ خطر به مسافران امر داده شد که در جایهای امن فرودگاه بن گوریون پنهان شوند. مسئولیت حمله را حوثی‌های یمن بر دوش گرفتند. به گفته مقامات، ترکش در نزدیکی توقفگاه شکافی را به وجود آورد، اما خسارات جدی نرسانید.
در یک اظهارات پس از حمله سخنگوی ارتش حوثی‌ها شرکت‌های هواپیمایی را هشدار داد که فرودگاه اسرائیل برای استفاده دیگر بی خطر نیست. فرودگاه پس از توقف کمتر از نیم ساعت به کار خود دوباره شروع کرده است. در همین حال شرکت‌های هواپیمایی اروپایی و آمریکایی پروازها را برای چند روز آینده لغو کرده، بعضی مسافران را در حالت ناگوار قرار دادند. من امروز باید به پاریژ برمیگشتم، اما ایر فرانس پروازش را لغو کرد. میترسم که برگشتن به فرانسه بسیار دشوار می شود، زیرا همه شرکت‌های اروپایی پروازهای خود را لغو کردند. در واکنش به این حمله وزیر دفاع اسرائیل کاتز گفت هر کی به ما آسیب رساند 7 برابر بیشتر خسارات خواهد دید. اسرائیل بعد از آتشبس 2 ماه در ماه مارس جنگ غزه را از سر گرفت. این باعث آن شد که حوثی‌ها وعده دادند که به سوی اسرائیل موشک‌های بیشتر پرتایند و میگویند که این یک عمل همراهی با فلسطینی‌های محاصره شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. قرار است تا کمتر از 2 سال دیگر در منطقه آزاد اقتصادی دنغره زادگاه امومعلی الرحمن رئیس جمهوری تاجیکستان یک کارخانه نو به کار آغاز کند و 10 نفر هم صاحب جای کاری سردرآمد شوند. کارخانه 3 سال کوشین را با سرمایه چین باز میکنند، ولی معلوم نیست که همیشه کار خواهد کرد یا سرنوشت کارخانه های از کار مانده را خواهد داشت. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. زمین های منطقه آزاد اقتصادی دنغره. در اینجا 30 هکتار زمین برای بازسازی کارخانه کوشین جدا شده است. قرار است ساختمان کارخانه در دوام 1.5 سال آینده به انجام رسیده به فعالیت آغاز نماید. مجلس نمایندگان تاجیکستان ماه ینور سال جاری برای ساختمان این کارخانه رضایت داده است. کارخانه با سرمایه گذاری شرکت چینی تایل ماستر اینوستمنت لیمیتد ساخته می شود. 30 هکتار زمین علاقه گرفتگیان قرار در آمادگی جایهای کاری 150 نفر در نقشه دارند و چیزی که شما میدونید سرمایه خارجی است 50 میلیون. علاوه بر این در منطقه آزاد اقتصادی دنغره 10 کارخانه بنیاد شده اند. یکی از کلانترین کارخانه ها در این منطقه کارخانه کارکرد نفت و گاز می باشد، اما بعد از انجام ساختمان افتتاح آن به تأخیر افتاد. رئیس ناحیه دنغره فعالیت سست و درآمد کم را در این منطقه تنقید کرده بود. آن چیزی که ما امروز از تشکیلات کارخانه و شرکت‌هایی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت دارند می‌خواهیم قناعت کننده نیست. در تمام کارخانه های منطقه آزاد اقتصادی دنغره همگی 360 نفر به کار جلب شده اند. با گفته رئیس ناحیه در صورت درست و ثمرانه کار کردن این کارخانه ها شماره جایهای کار نیز افزایش خواهد یافت. او سبب موفق نشدن بسیاری از کارخانه ها را محض در فعالیت ضعیف و نااستواری آنها در این منطقه دانست. رهبریت منطقه آزاد اقتصادی دنغره میگوید که از 36 کارخانه‌ای که به قید گرفته شده اند تنها 16 عدد آنها فعال می باشند. از سوبیک‌های با قید گرفته شده 25 عدد آنها سرمایه‌گذاران خارجی می باشند. کارخانه کوشین محصولات ساختمانی و آرایشی تولید می کند که اساساً در ساختمان استفاده می شود. امروز اکثر تاجران وطنی این نوع محصولات سرخریدار را از چین وارد می نمایند، اما هنوز معلوم نیست این کارخانه در ظرف 1.5 سال بنیاد می شود یا نه. و خبر دیگر هم داریم. مقامات انتظامی از بازداشت یک زن خبر دادند که گویا هنگام فالبینی میزوجانش را به ارتباط جنسی مایل میکرده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه امروز گفت سریا نجم الدین و با سوء استفاده از حسیات و باورهای جوانانی که به او مراجعت میکردند با آنها علاقه جنسی داشته است. به قبل ریاست او را در گذشته هم برای فالبینی که در تاجیکستان منع میباشد جزا دادند. نظر سریا نجم الدین و بین اتهام معلوم نیست. در تاجیکستان برای فالبینی جریمه و تا 2 سال زندان جزا تعیین گردیده است. ریاست امور داخلی گفته است که سریا نجم الدین و حالا به سوء استفاده جنسی متهم می شود که جزا برای این جنایت سخت‌تر می باشد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا این ثانیه های برنامه ما را از آن تماشا کردید. خبرهای نو با عکس و ویدیو در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، یوتیوب و تیک تاک نشر می شود. ما شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.